چه جوری بازیکنان ارزون ولی فوق العاده رو بگیریم. بریم سراغ این ویدیو. سلام بچه‌ها، چطوری؟ محمد هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید و متفاوت دیگه که توی این ویدیو قراره بهتون نشون بدم که چه جوری ما میتونیم که یه سری بازیکنان خیلی ارزون قیمت رو پیدا بکنیم که خیلی هم فوق العاده و خفن هستن. پس بریم دیگه سراغ این آموزش. لیتس گو. اول از همه شما باید بدونید که کلا فروشگاه ای پوینت و کلا ای پوینت چیه. بچه‌ها نگاه کنید، ما می‌خوایم کلا هدفمون اینه که بریم توی ای فوتبال پوینت یا همون ای شاپ یا حالا هر چیزی که بهش میگید. خود کنامی یه واحد جدیدی به غیر از حالا جی پی و اون کوین که حالا داره، یه واحد جدیدی هم داره به نام پوینتس. خب که این پوینتس ها حالت قرمز رنگ دارن و اگه حالا دیده بشه تو چالش مختلف علامت همین ای فوتبال، خب ولی خب مثلا به رنگ قرمز در اومده. و خب وقتی که شما وارد همین شاپ ای فوتبال پوینتس بشید و وارد اینجا بشید، دو تا بخش واسهتون میاره که یکیش بخش پلیرز هست، یکیش بخش آیتمز هست. توی بخش آیتمز که روش کلیک کنیم میایم اینجا و حالا ترینر و یا بازیکنایی که آیکون هستن یا اونایی که تمدید قراردادشون کلا تمام شده رو بتونیم تمدید کنیم دوباره. و یه سری هم بازیکن هستن که با دادن خیلی کم از این پوینت ها میتونید واقعا به بهترین شکل ممکن بگیریدشون رو کلی باشون حال بکنید. مثلا واقعا استونز خیلی مدافع خوبیه، ایوان راکیتیچ واقعا مدافع شوت زنه که واقعا خیلی خوب هستش. و خب با 5000 تا ای پوینت شما میتونید بیاید اینجا بازیکنان مختلفی که حالا اینجا داره رو بگیرید. این بازیکن‌ها حالا هر آپدیتی که پی اس موبایل میده کلا بهتر میشن و کلا سطحشون خیلی بالاتر میره. یعنی مثلا فکر یادم تو آپدیت اول فقط راکیتیچ بود و آسپلیکوئتا و لاگو آپاس که بعد توی آپدیت بعدی استونز اومد، دیاز اومد و همچنین لوسلو هم به بازی اضافه شد. و خیالتون راحت این بخش بازیکنان جدیدی میاره، قطعاً بازیکنان حرفه‌ای‌تر هم میاره. ولی خب من پیشنهاد بهتون ایوان راکیتیچ و کلا دیاز و استونز اگه داشتید اینا رو به نظر من برید بگیرید. حالا توی هر پستی که داشتید اینجا براتون کلا پست‌های مختلف داره که میتونید همون پست رو برید واسه خودتون بگیرید. ولی خب شاید براتون یه مشکل اینجا باشه، چون برای اولین بار بخواید کلا این بازیکنان رو بگیرید، اینجا وقتی روی اکسچنج کلیک بکنید که من نمیدونم چرا روی اکسچنج کلیک کردم، حالا فکر کنم الان بگیر نه. خب ما اینجا کنسل رو میزنیم و حالا من نمیخوام استونز رو داشته باشم. میگه که باید برید توی سایت. وقتی که وارد سایت بشید بدون هیچ فیلتر شکن، یعنی از همون اول فیلتر شکن رو قطع بکنید و وارد سایت بشید. کنامی آیدی و پسوردتون رو کلیک کنید. دو تا جا خالی مربعی شکل داره که اگه تیکشون رو فعال بکنید و لوگین رو بزنید دوباره براتون میگردونه به بازی و دوباره میتونید بازیکن رو بگیرید. و اون کلا سوال کنامی و اینکه مثلا ازتون کنامی آیدی و پسورد میخواد برای همون بار اوله و دیگه کلا برای پی اس 23 موبایل هم بیاد کلا دیگه شما نیاز نیست که دوباره برید کنامی و کنامی آیدی و پسوردتون بزنید، به خاطر اینکه بگید بدون کنامی کلا اکانتتون فیک یا کلا برای خودتون بوده باشه کلا. و خب میبینم بود از این ویدیو امیدوارم که بتونید از اینجا بازیکنان خوبی بگیرید. واقعا من اگه واقعا بازیکنان خوب نداشتم میمدم راکیتیچ رو میگرفتم، همچنین دیاز که واقعا خیلی خوب درخشید توی پی اس و همچنین استون که به نظر من مدافع خوبیه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه دوست داشتین از ویدیوهای متفاوت واسهتون بذارم حتما توی کامنت واسم بنویسید، لایک کامنت سابسکرایب بتونن زنگولشم آن بکنید. اینستاگرام من دیسکریپشن حتما فالو کنید، خیلی بهم انرژی میدید و توی استوریاش خیلی نکات مهمی از پی اس موبایل میگم، پس اگه فالو ندید حتما برید فالو بکنید. و مرسی تا خبرتون همش کردید تا ویدیو فعلا.